قلمم تاریخ و رقم زد بگو بازی کن از اول بدون ترسی نداره واسه بازی کن بعد درد من هستم تو بهترین و بدترین روزای بعد سرترین روزای سخت و چاه سلام اومدیم با ریاکت به دوبله فان هنر ازدواج آنلاین، همین انیمه که اینجا میذاره. حالا نمیدونم چرا هنر ازدواج آنلاین. کلن آکوماداب یعنی همون سلطان دوبله فان انیمه یوتیوب فارسی اینجوریه که حاجی اسم سم بذار پیدا کنیم. آها، سیستر لولینگ. واقعا سولو لولینگ رو گذاشتن سیستر لولینگ. دادونم آورد. اینو ندیدم من. مای ددی آکادمیا، همون مای هیرو آکادمیه فکر کنم. اینجوریه دیگه، میبینین دیگه اسما رو. کلا چیز طبیعیه تو چنل آکومادا. خوش اومدین. من خانم چون. این ویدیو حاوی الفاظ رقیق میباشد به تخمم. اون مشاوره یه لحظه، یعنی تو هر ویدیوشون هم این دختره باید باشه، یعنی نمیشه تو یه ویدیوشون این دختره نباشه، همه ویدیوهاشون باید این باشه. واجه شما هستم. لطفا خودتون رو معرفی کنین. خوشبختم، من اسونم و ایشونم. وایسا زیر رویس نوشته بود خوشبختم خانم چون، ولی این گفت خوشبختم فقط، خانم چون رو نگفت. این یه ایراده دیگه بالاخره. همسرم کریتو کونه. واو، چه اسم سمیه. در این حد با هم مشکل دارین که اینجوری صداش میکنی؟ نه واقعا اسمش همینه. نکنه تو خود انیمه هم اسمش همینه. بابا من میخواستم این انیمه رو ببینم دیگه، گوه بخورم این انیمه رو ببینم. عجب. خب چه مدت ازدواج کردی؟ والا حدوداً 1 سالی میشه. کلن چند سالتونه؟ من 17، آسونا 27. شوگر، ذات شوگر. جان 10 سال باید با پلیس تماس بگیرم؟ سن فقط یه عدده. وای این دیالوگش. ببین تو کل دنیا از این دیالوگ داره استفاده میشه، یعنی تکراری ترین دیالوگ دنیا. دیگه حالم داره از این دیالوگ به هم میخوره. خب مشکلتون با هم دیگه چیه؟ حقیقتش از همون ثانیه اولش مشکل بود. طبیعیه. داری فرار میکنی؟ نه خدا داشتم میرفتم برات غذا بیارم. واو، فکر نمیکردم اینقدر رمانتیک باشی. داداش چه گوهی داری میخوری؟ اوه دو شخصیتیه. ببین این یه روانیه، این دو شخصیتی ها. ببین این خود کرکتر بیرون، شخصیت بیرونی که داره هیچ گوهی تا حالا تو زندگیش نخورده و نمیتونه هیچ گوهی بخوره، ولی اون کرکتر درونش داره همه چی راهنماییش میکنه و اون قشنگ تا ته راهو رفته. چه گوه دیگه ای باید بخورم؟ من تو نمیدونم چرا حاضر شد با من بخوابه. باشه آروم باشه، اتفاقی که افتاده. اگه حرف پرمعنی چیزی نزنی لازم نیست تو هم چیزی بگی. خب حالا چی کار کنی؟ این پرمعنی ترین چیزی بود که تو زندگی میشنیدم. این چی کس میگه بعد از زورتون میگه کاری دیگه هم باید کرد. من چه میتونم فیلم خاک برسری همینجا تموم میشد. دوباره من وی پی ان رو باید کانکت کنم. یه لحظه صبر کنین این وی پی ان رو کانکت کنم. چرا از 69 شروع شد؟ رفتیم تو فرانسه. اون چیزی که من دیدم نیدرلند بود، ولی خب گوشیم برعکسه. خب از همون سوال پرسیده، بالاخره که یه چیزی باید بگیم. خب ببین فقط یه چیزی بگو، هر چیزی میخوای. هر چیزی؟ آره هر چیزی، فقط سعی کن با اعتماد به نفس به نظر بیای. میدونی چیه؟ آره راست میگی. با من ازدواج میکنی؟ گفت هر چیزی، ولی دیگه کسچرترین. ببین خودتو به گاه دادی.
ببین خودتو به گا دادی. خودت گفتی هر چیزی جز این کس مغز. بخشی فکر کردم با اعتماد به نفس به نظر میام. میدونی چی؟ اصلا مهم نیست. وانمود میکنیم شوخی کردیم. آره قبول میکنی. وای اینم رید وای. خب دیگه به گای سگ رفت. ولی خوشحالتر به نظر حاجی قراره به گا برن، یعنی قراره بیان ایران. نه خدای ایران از گا خیلی بدتره. اینو قبول کنیم که ایران از گا خیلی بدتره. به گا بریم بهتر از این که تو ایران زندگی کنیم. میرسه ها. شاید اون یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. وای اینم دو شخصیتیه. که اینطور. خب اگر جفتتون نمیخواستین چرا بعدش از هم جدا نشدین؟ والا چون این خانوم تو خونش انگار فشفشه گذاشته بودن. رفته هر جا به خانوادش گفت. وای این خیلی بد رید، خیلی بد. دیگه پاشون برین ماه اصل. همین الان بابا. جون ماه اصل. طبیعی ترین خنده ای که تا حالا تو زندگیم دیدم. اصلا طبیعی، خیلی طبیعیه. خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. آره خیلی عالیه. مشکلی داری آسونا؟ نه چقدر عالی. من و تو توی کلبه جنگلی تنها. اصلا دلم نمیخواد همین الان بمیرم. همینطوره خانوم گلم. به از همین الان مشخصه چقدر این چه کسخولیه که باور کرد. عاشق هم دیگه ایم. خب ماه اصل رفتیم؟ آره رفتیم. حقیقتش روزای اولش خیلی خوب بود. واسه ببینم مگه ماه عسل کلا یه روز نیست؟ من چه کسخولیم تا الان فکر کردم ماه عسل کلا یه روزه. به نظرت ازدواج کردنمون بزرگترین اشتباه زندگیمون بود؟ 100%. چی کس میگی؟ نمیخوای من زنت باشم؟ فقط منو واسه مامان میخوای؟ وای حاجی صداگذاریش گاد بود. یه لحظه صداگذاریش گاد شد. البته کلا صداگذاریش گاد هست ولی اینجا خیلی گاد بود. نه یعنی آره نه یعنی What the fuck؟ خودشم ببین خودش پشیمونه ولی این کسچرا رو چه میگه. گوهی داری میخورین؟ تنها راه فرارمون دیدی گفتم خودشم پشیمونه. نمیدونم تو فیلم ها دیده بودم. خب دیگه کیریه که خوردیم باید پای لرزشم بشینی. همونجوری که مامان همیشه میگفت فقط همیشه وانمود کن که حق با توه. به نظر این دلیل نیست که مامان بابا طلاق گرفتن. نه یعنی آره یعنی نه یعنی آره صداگذاری این لحظه دقت کنیم. خدایی این سکانسش صداگذاری کاد بود. آره عالی بود. 24 ساعته رو تخت بودیم. کمر نمونده بود برام. به خاطر رابطه زیاد اذیت شدی پس. نه والا عشق میکردم داشت شیره وجودم رو میکشید بیرون. خب پس چی شد؟ یه اتفاق شوم افتاد. خب گوش کن بچه جون. بسا میتونیم از این استفاده کنیم. از چی استفاده کنیم؟ منظورت چیه؟ فقط هر چیزی که میگم انجام بده. معلومه که تو دخترمونی. قضیه چیه؟ این مدل موهینات هایی چیه این مثلا؟ اوکی من گیج شدم. چطوری ما الان بچه دار شدیم دقیقا؟ منم نمیدونم چرا باید اینجوری بهمون دروغ بگه. آقا بذارین یه چیزی رو من بهتون توضیح بدم. دلیل اینکه ساپاراتو وسط ویدیو هی پاوز میکنه که سری چیزا رو بگه اینه که یکم صدا یه ساپاراتو بیشتر از صدای داخلی ویدیو، سر همین مجبوره که برای اینکه صدا به شما برسه بتونین صدا رو درست بشنوین یه جایی رو پاوز کنه. صبر کن ببینم این زنی که خار کیر قاب زن اون وایسا ببینم فوش جدید. شاید بگین تو که قبل از این که فوش کامل شو فهمیدی. من داشتم زیر رویس میخوندم
کلن ویدیوهایی که زیر نویس دارن من بی خیال تصویر اصلی میشم. حتی اگه دوبله پارتی باشه بازم زیر نویس میخونم برای اینکه عادت کنم واسه انیمایی که میخوام ببینم. مثل ما نمیخواسته با من ازدواج کنه، فقط میخواد. یه لحظه، اینجا 4:13 4 دقیقه و 13 ثانیه. یکم میزنیم عقب. آقا واقعا یه همچین سکانسی تو انیمه هست؟ آقا بریم از انیمه اینجا بدون سانسور ببینیم. اونم مثل ما نمیخواسته با من ازدواج کنه، فقط میخواد آدم بدی داستان نشه، داره سعی میکنه فرانیمون بده. خب پس میتونیم با حاجی زیرنویس خیلی سریع‌تر از این زراییه که این میزنه. مشکلتمونه. مغز کانتومی، ما نباید پا پس بکشیم. اگه این کارو بکنیم تو ابد این قضیه رو میکشه لا تخممون. واقعا مشهدیم. خب پس چه گوهی باید بخوریم؟ اون یه بازی رو انداخته، ما هم در مقابلش بازی میکنیم و تو بازیش برنده میشه. به خونه خوش اومدی یوی. من عاشق مامانی و باباییم. ما هم عاشقتیم. یوی حتی اسمش هم یادش نمونده. خب آقا یه موضوع مهم قبل از این که بریم ادامه ویدیو بهتون بگم. الان فاصله همینه، یعنی الان کلم رو دیواره، در همین حد فاصله این الان دیواره و اگه روم تور بذارم متوجه میشین. اتفاقا روم تور قرارم هست بذارم، فقط گشادیم میاد این بک‌گراند اینجا رو دیزاین کنم و بعد از دیزاین قرار روم تور بذارم، ولی گشادیم میاد دیزاین کنم. میدونین یکم گشادی بده. چیست بخیال. تخم. و من از ساعت 1 تا 5 از ساعت 12:30 ظهر تا 6:30 یه لحظه من جواب اینو بدم. این چرا اومد؟ یاره چرا رفتی با واتساپ؟ رکوردیم دیگه، یا این رکورد قطع نشه. اوکی. و تا ساعت 6:30 بعدا جوابشون تا ساعت 6 بابا سر رزن دیگه وسط رکورد تا ساعت 6:30 الان دوباره یه چیزی میخواد بگه. وایسین اول پیامشو بفرسته بعد من جمله مکمل کنم. اوکی. از ساعت 12:30 تا 6:30 من مدرسه‌ام. 6:30 میام، 2 ساعت خونم، 2 ساعت تو اون 2 ساعت الان 23 سپتامبری معادل با 1 مهر. تو اون 2 ساعت بعد غذا بخورم، مشق بنویسم، بعدم 8 تا 9:30 باشگاه میرم، بعد 9:30 میام تقریبا 10 اینا میرسم. بعدم 2 ساعت یا یوتیوب میچرخم یا گیم میزنم اینا. فوتبالم معمولا 10:30 اکثر بازی مهم اونا رو هم میبینم، بعدش دیگه میخوام. سر همین اصلا وقت ندارم، سر همین احتمالش هست یکم کم کاریشه تو چنل دیگه. شرمنده. البته هر روز باشگاه نیستم هفته 3 روز، بقیه روزا اوکی میتونم یه گوهایی بخورم. از 7 روز 4 روزش اوکیه. بعدیش اینه بعد از ظهریم ساعت 10 هم بیدار میشم، یه 2 ساعت هم صبح وقت دارم واسه ادیت. البته ادیت با SE ولی خب و سر همین واقعا گشادیم میاد که تا الان که گشادیم میومد، از الان به بعدم وقت ندارم. میدونین یکم درد سر داره، ولی خب سعی میکنم تو سریع ترین حالت رو کش کنم. و اینکه شاید بگین چرا اینقدر یهویی فعالیتم کم شد، 1 فاکینگ ماه ویدیو نذاشتم، در صورتی که قبلش هر 2 روز یه ویدیو میذاشتم. بعد بگم که متاسفانه من باگ خورده بود چیزم. من 6 تا ویدیو رکورد کردم، نه بیشتر،
7 تا ویدیو رکورد کردم، 6 تا گیمینگ، یه دونه ریاکت. بعد هر کدوم رو رکورد میکردم. سر ادیتش اسای داشت ادیت میزد، میفهمیدیم اصلا صدا رکورد نشده. بعد آخرین ویدئویی که گرفتم، ویدئو 7م، دوباره همین اتفاق افتاد. من همه چی رو چک کرده بودم، این چی مشکل نداشت. بعدش اومدم دیدم یه لحظه کجاست این؟ اینجا دکمه مایکش بود. اومدم دیدم این آف بوده کلن. بعد یه ویدیو دیگه هم تازه رکورد کردم بعدش که اونم ریاکت بود. دیدم صدای خودم رکورد شده، صدای داخل ویدیو رکورد نشده. واقعا فشار داشت. بعد رفتم از رکوردر تنظیماتو چک کردم، دیدم فقط صدای مایک هم بوده و بدون هدست اوکی بوده اگه هدست نداشتم، ولی هدست رو چون زدم صدای داخل ویدیو نمیاد از طریق مایک. و آره دیگه، ولی از الان فعالیت رو شروع میکنم. از اونجایی که مدرسه شروع شده بازم کمتر میشه فعالیتم، ولی خب باز بهتر از اینه که یک فاکینگ ماه ویدیو نذارم. آقا از 5 دقیقه ویدیو 15 دقیقه دارم ریاکت میکنم. البته واسه من طبیعیه که از یه شورت ویدیو زیر 1 دقیقه 27 فاکینگ دقیقه من داشتم ریاکت میکردم. این ویدیو، این بالا هم فعلا نمیتونم پیشنهاد کنم، باید مانیتایزشم فکر کنم. نه نمیدونم، فکر کنم باید به 1000 تا ساب برسم. نمیدونم یا شاید هم تایم واچ تایمم خورشه، نمیدونم، به خدا نمیدونم. بسیم ببینم، من گیج شدم. بچه یهو از کجا اومد اصلا؟ والا منم نمیدونم. از این زنی که بپرس. جندست. شب خواب بودم، صبح پا شدم بهم گفت بابا شدی. اولش فکر کردم رول پلیو داره بهم میگه. شاید بگین چرا یکم سریعتر تو داری ریاکت میری. من زیر رویس میخورم برادر ددی، ولی خب رکب خوردم. خب آسان توضیحی داری که بدی؟ خیلی کرینج بود. من این بچه رو بیهوش توی جنگل پیدا کردم و وقتی هم به هوش اومد هیچی یادش نمیومد. من نیتم خیر بود. گوه نخور بابا. چه دختر باهوشی داری مگه نه آسونا؟ نکنم. ای گیر، مطمئنم فهمیده داریم نقشه میکشیم. نه من خیلی باهوشم، میتونیم برای بچه شیرکی فدی کنیم. آره بابا کیر شدی. حالا اونه که داره با ما بازی میکنه. خفه شو. هنوزم یه رایی هست. حالا اونم که واقعا از اون تخم جن بانمک خوشش نیومده. بانمک؟ اونو نمیدونم، ولی تو که 100% خوشت اومده. خفه شو. به چی میخندن اینا؟ اوه چقدر خوشگل. واقعا مدل موش کپی پیست مدل موی هیناتا هست. باز شروع شد. چی شده عشقم؟ من خیلی یویی رو دوست دارم. من واقعا باید سر ویدیوها نوتیفا رو خاموش کنم، خیلی رو ماخه. باز خودم میتونم تحمل کنم، تو ویدیو واقعا نمیشه تحمل کرد. ولی بعضی وقتا فکر میکنم که چقدر خانواده واقعیش الان دنبالش میگردن و خیلی نگرانش. البته اگه خانواده واقعی داشته باشه خنده شیطانی بود مثلا. خیلی ناراحت میشم. نه گوه نخور بابا. حاجی یاد این میم دایناسوره افتادم که اینجوری میکنه، اسایی میذارم. یعنی همه چی هم باید اسایی بذاره. خدایی من اینو قبول کردم، اسایی کارش خیلی سنگین تر از من. ای بابا عزیزم، منم که میدونم تو چقدر دل رحمی. فقط اگه یه راهی بود که میتونستیم از شرش خلاص بشیم. ما نمیتونیم همینجوری به دروغ گفتن بهش ادامه بدیم. درسته که برای جفتمون سخته، ولی فکر کنم باید خانواده واقعیش رو پیدا کنیم. درست میگی، ما دوتا انسان عاقل و بالغیم. مطمئنم هیچ کاری نمی کنیم که به ضرر یویی باشه. دقیقاً ما اینجا با احساسات هیچ کس بازی نمی کنیم. آره ما دوتا آدمای خوبیم. پس تو با یویی در میونش بذار. ما میخوایم یه بچه بخریم.
ها؟ یعنی چی؟ آره تو نیکی تنها نباشه. عزیزم یتیم خونه اینجوری کار داداش نمیکنه. اومدی یتیم خونه میخوای بچه بخری؟ بچه که خریدنی نیست. اصلا چرا یکی تو دیوارم تازه گفته موجودات زنده فروشی نیستن، خریدنی نیستن. حالا همینی که اسایی میذاره. آره اسایی میذاره. آره عزیزم اصلا شاید یکی بخر 2 تا ببر باشه. دادشون 2 تا ببر 3 تا ببره. میدونید اینجا مهد کودکه، همه این بچه ها مامان بابا دارن. اگه پکیج یه لحظه گنگ 12 تایی دارین هم خریده. 12 تا میخوای کجات کنی؟ داداش ارتش دامولم 12 تا رو نمیتونه هندل کنه. چرا 12 تا؟ کل این تخم حروما رو میخریم. اصلا فکر کن همشون همسن باشن، بعد همشون میرن توی کلاس، یه کلاس رو کامل میگیرن. گوش میدین چی میگه؟ البته این خارجه ولی از اون جایی که دوبلش ایرانیه یه جوری روایت شده انگار تو ایرانه و این یعنی این که مختلط نیست. هی خارجی حداقل خارجی ها مدرسهشون با اون همه امکانات، من رو چوب نشسته بودم، یعنی ما رو چوب میشینیم تو مدرسه، کونم درد گرفته. از اون طرفم مختلط مدرسهشون، به خدا من هیچ امکاناتی نمیخوام، همین نیمکت های چوبی هم از اون بگیرن، حداقل مختلط باشه. تو رو خدا نکنه 5 تومن هم تازه پول کمک به مدرسه گرفتن، از هر کی 5 تومن پول کمک به مدرسه گرفتن، هیچ گوهی نخوردن. روحی چیزیه. آقا یتیم خونتون چند بسه؟ به اندازه کافی شنیدم. ولی جاهای مهمش هنوز مونده. من نتیجه گیری که میخواستم و کردم. به چه نتیجه ای رسیدی؟ این که شما مشاور نمیخواین. پس چی میخوان؟ روان پزشک. از چی میخواین؟ شما اول از همه یه غسل اگه منظورت غسل معیته به نظرم باید فرار کنن، هیچ راه دیگه ای نداره. میخواین. جفتتون روانی شما همش با خود حاجی غسل گفت. خب این هم من میده گفت غسل یادم اومد، پیشونیم دارم دست میزنم چرب شده انقدر تو مدرسه حرک کردم، بعد واقعا یه همون برم، اینجوری نمیشه. تابستون حالا از اینم بدتر بود، روزی یه بار بعد همون میرفتم وگرنه به گام تون میرفتم. حرف میزنید. این از سیته کاری من خارجه. همین الان شما آمبولانس رو راه میفرستیمتون تیمارستان. واسه ببینم مگه آمبولانس تیمارستان میفرسته؟ آقا آمبولانس به خدا کسی رو تیمارستان نمیفرسته. لطفاً مقاومت نکنید، واسه جفتتون بهتره. صدا کیبورد رو میشنویم. این شکست درونش. حاجی این مانیتور، این تلویزیونی که من به عنوان مانیتور استفاده میکنم و شما عظمتش رو ببینین، خدایی عظمت رو ببینین. الان با این کنترل مقایسه میکنیم مثلا، عظمت رو خود نمیدونم چجوری از این به عنوان مانیتور دارم استفاده میکنم، ولی خب خانومه جون سوشه ها رسیدن. واسه ببینم لایت نکنه این روان پزشکشونه. بابا به خدا لایت قاتل زنجیره‌ای بود، چرا باید یه روان پزشک شه؟ آسونا و امیدوارم گیریتو روان کن. پزشک نباشه. بسیار خوب، خیلی ممنون. آخه چرا ما رو آوردین اینجا؟ ببین خیلی طبیعی در اومده ها، واقعا اینو جدی میگم، کلش رو این بدن خیلی طبیعی در اومده، ولی کسخله یکم کوچیک کنین این کله رو، کلش 2 برابر بدنشه. ساکت باش، باید فایلتون رو بررسی کنم. خیلی حسشون خرابه. تبریک میگم آسونا، یه کاری کردی اسمم معنی پیدا کنه، واقعا مثل یه کیری تو کون منی. یه جالبی دارین، قراری با هم دیگه کلی خوش بگذر. آقا شاید بگین چرا هر لحظه من دارم پاز میکنم حتی وقتی که هیچ گوهی نمیخوام بخورم. بعد بگم که برادر اینجا یوتیوبه، کپی رایت، یه چیزی داریم به اسم کپی رایت که من مجبورم، به خدا من خودم دلم رو نمیخواد که الکی وقتتون رو بگیرم، ولی مجبورم وسطش کسچری بگم
که کپی رایت نخوره. درکم کنین دیگه. درونیم این خنده شیطانیه. الان مثلا روانپزشک ماست. یاگامین لایک. فکر کنم به گاه سگ رفتی. فکر کنی؟ تازه فکر میکنی؟ خب تموم شد. این الان رکورد شده دیگه. آره 24 دقیقه از 8 دقیقه. از ادامه داره چون ابر رو نگرفتم. حاجی واسه ابر رو واقعا هیچ ایده ای ندارم. به نظرم بهتره از روش ابرهای زمان آپارات هم استفاده کنم. آقا خدایی عشق کنین، کیه که گردن بگیره که آپاراتور بوده؟ البته خیلی ها هستن که گردن میگیرن، مثلا ترمیناتور، همون آرمیناتور، رفیقاش بهش میگن ترمیناتور. چی میخواستم بگم؟ و واقعا من گردن میگیرم، ولی اگه ماشین زمان پیدا شه که فقط باش بتونم یه کار انجام بدم، ببینین جنگ و اینا واقعا اتفاقاییه که باید بیفته. سر همین من میرم جلوی آپاراتور شدن خودمو میگیرم. واقعا بهترین کاریه که میتونم بکنم و ابر رو بگیریم. خب رفقا مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو و لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. نوتیفیکیشن هم به تخمم میزنین، بزنین، نمیزنین نزنین، به تخمم. آقا خدایی لایک اینجوریه یه لحظه چک همین، ولی واسه ما ساعت ها انرژی هر لایک شما. الان تا بیوی من همون بگاهی نیوزه لایکاش چند تاست؟ یکی، اون یکی هم خودم بودم. حتی تاکاشی هم لایکم نکرده. نه. بعد تازه کیان سابم نکرده. تاکاشی با حداقل ساب کرده، کیان سابم هم نکرده. و چی میخواستم بگم؟ سابسکرایبم. ببینین اگه از محتوا خوشتون اومد سابسکرایب کنین، تو رو خدا سابسکرایب کنین. اگه از محتوا خوشتون اومد سابسکرایب کنین، داخل پرانتز تو رو خدا سابسکرایب کن داداش. خدایی سابسکرایب کنین دیگه. اینجوری کلیک من چیز کردم ولی اینجوری دیگه. آره دیگه یه دکمه قرمز روش کلیک کنین تموم. و کامنت هم دلتون خواست بذارین، تو رو خدا یه کامنت مثبت بذارین اگه کامنت میخواین بذارین. و همین دیگه. خدافظ. بسا این ممنتو. خدافظ. بدون مرگ و مثل گاز نمیشه دید، تنفس بکش تا آب دیده بشی توی راه پرتی که آسیبه یه ریز. یه روزی میرسه یه نامه به دستت، میفهمی تو آسمون ها ستاره بی حده. بابا از غربت مردادی صحبت نمیکرد، واسه ملاقاتی بهش مهلت نمیدن. به میگه پسرم منو تو رو میبرم به دیدن قدرت، پس ارزتا نشون بده به کودن.